وقتی نمیبخشید، وقتی با کاری که دوست نمیدارید ادامه میدهید، وقتی وقتتون رو بیهوده صرف میکنید، وقتی از خودتون مراقبت نمیکنید، وقتی از همه چیز شکایت میکنید، وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی میکنید، وقتی شریکی نادرسته برای زندگیتون انتخاب میکنید، وقتی خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید، وقتی فکر میکنید که پول برایتون خوشبختی میآورد، وقتی شکرگزار و قدر شناس نیستید، وقتی بدبین و منفیگرا هستید، وقتی باید دروغ زندگی میکنید، وقتی در مورد همه چیز نگرانید، پس بدانید که قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیکتر میشوید. اگر خودتان اولین طرفدار خودتان نیستید، انتظار نداشته باشید که کسی دیگر هم طرفدار شما باشد. بزرگ میگوید Life is like a mirror. When you smile at it, it will smile back. زندگی مثل یک آینه است. وقتی برایش لبخند میزنید، برایتان لبخند میزند.